چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. خب من میخواستم برای خودم اوتمیل درست کنم، بعد گفتم بیام درست کنم که شما با هم درست کنم. اول اینکه من همیشه اوتمیل سرد دوست دارم، خیلی گرمش رو دوست ندارم و تو این شیشه های دردار درست میکنم. همیشه میذارم تو یخچال و هر موقع دلم شیرینی میخواد میام اینو میخورم، چون من خیلی شیر میخورم، شکلات نه، غذا نه، شیرینی. دیگه چیزایی که میخوایم دونه چیا هست، بادوم هست و پودر نارگیل، پودر بادوم، پودر کاکائو، پودر دارچین. حالا این ترکیب دل بخواهیه، شما میتونید هر کدوم از اینا رو حذف بکنید یا چیزایی دیگه بهش اضافه کنید. مثلا من یه موقع‌های بهش کشمش هم اضافه میکنم و شیرین کنندش هم عسل. حالا من الان چون عسل ندارم بهش استویا میزنم که یه مقداری شیرین بشه. بعد ولی حالا این ترکیب، خب من یه مقداری اینو ریختم، یهو یادم اومد که یه چیزی باید بگم. این که خب جو دو سرپرک که خب میدونید دیگه خواص و فوایدشو، و من همه اینا رو چشمی میریزم واقعا. بعد میتونید مثلا پودر کاکائو نریزید و این ترکیبتون وانیلی بشه. میتونید هم که خب بریزید. ترجیح من اینه که بریزم. البته یه وقتایی میریزم یه وقتایی نمیریزم. بعد شیر بهش اضافه میکنیم. خب ببینید اول که درست میکنید خیلی شله، خب چون هنوز نه دونه چیا به اون لعابی که باید برسه رسیده و خود این جو هم همینطور. اینا باید بره تو یخچال بمونه چند ساعتی، بعد کاملا شیر به خورد و اینا میره و سفت میشه. حالا من یه مقداری بهش سیروپ وانیلم اضافه میکنم. یه مقدار. بعد این میره تو یخچال چند ساعتی میمونه، کاملا غلیظ میشه، اینجوری دیگه انقدر رقیق نیست. و حالا میتونید زمانی که دارید میخورید روش میوه قاچ کنید، ولی همین الان هم روش میوه بریزید، یعنی موضوع اینا بذارید هیچ اتفاقی براش نمیفته. بعد کره بادوم زمینی هم میتونید بهش اضافه کنید. حالا اینا همه ترکیبات دل بخواهیه دیگه، هر موقعی میتونید ترکیبات رو عوض بکنید که مزه های جدید داشته باشه. میره تو یخچال تا